سلام صورتی جونیا، خوش اومدیم به یه ماجرای دیگه با من. با 2 تا ویدیو قبلی متوجه شدم که خیلیا مثل من تو این موقعیت یا کارشون رو از دست دادن یا حجم کارشون خیلی کم شده. به خاطر همین حالا که داشتم رزومه‌مو توی سایت‌ها میفرستادم و با توجه به شرایطم دنبال یه کار پاره وقت یا دورکاری بودم، گفتم شمارم توی این ماجرا با خودم همراه بکنم. متوجه یه نکته شدم، وقتی فیلتر رو توی این سایت‌های کاریابی میذاری روی دورکاری، بیشترین نیاز کارفرماها یه مهارتیه به اسم SEO. به خاطر همین خواستم مخصوصا توی حوزه دیجیتال مارکتینگ به خاطر همین خواستم وارد این دنیا بشم و به صورت آنلاین SEO رو یاد بگیرم. بریم ببینیم از پسش برمیایم یا نه. طبق معمول من برای یاد گرفتن سئو اومدم سراغ سایت مکتب خونه. این دوره رو انتخاب کردم به خاطر اینکه خیلی ریویواش خوب بود، کامنت های خیلی خوبی داشت، 1809 تا دانشجو داره و اینکه مدامم آپدیت میشه طبق حالا آپدیت های جدیدی که روی همه چیز میاد، روی مسائل میاد، اینم آپدیت میشه. شروع کردم به دیدنش، ولی از اونجایی که 29 ساعت هم هستش، اما از اونجایی که هم سرعت دوره آموزش دوره بالاست، همین که من هیچ پیش‌فرضی از سئو ندارم، خیلی طول میکشه که هر دوره رو، هر قسمت رو خوب یاد بگیرم، باید هی تکرار بکنم، نوت بردارم، یه ذره زمان بره برام، ولی دارم تلاشم رو میکنم. شروع کردم یاد گرفتن سئو رو همینجوری که میبینی، تیکه تیکه ویدیوها رو نگاه میکردم و نوت برمیداشتم. بعدم رفتم ناخونامو خوشگل کردم، چون قرار بود یه سری فیلم برداری خیلی جذاب و هیجان انگیز داشته باشیم. رنگای تابستونی زدم. خیلی خوش اومدین. این ویدیو رو لایک، سابسکرایب. خب بچه ها، قضیه سئو، یاد گرفتن سئو همچنان ادامه داره، ولی ما یه چند روزی هم درگیر پروژه های خودمون شدیم، چون جام جهانی شروع شد و باید یه سری ویدیو میگرفتیم. همین که راستش واقعا سئو یاد گرفتنش سخته و پروژه خیلی زمان بریه که باید پله پله هم آموزش ببینیم، هم یه سری پروژه هایی بگیریم که به صورت کارآموزی هستن، ممکنه درآمد زاییش هم یه ذره زمان ببره. فعلا ویدیوهایی که میذارم از شغل خودمه، یعنی تولید محتوا. میتونین تماشا بکنین، اگه سوالی داشتین در موردش بپرسین، چجوری میشه وارد این حرفه شد، این کار رو انجام داد. ادمینی اینستاگرام و تولید محتوا برای پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی. این اولین لوکیشن فیلم برداریه که برای این پروژه رفتیم. خیلی بزرگ و خوشگله، دکوراش هم خیلی متنوع است. سینا آره بعد بعدش دیگه هم همچنان دستو بزنی آره، تا تو به بعد ما آره. بگی تموم دیگه مثلا. آره، به نظر آره. داشت برنگرده. آره. بعد یه چیز دیگه ببین، اینجا آخرش که شما به هم بچسبین، بشینین جفتتون، بهتون گفتم باز بشین.
اینکه از هم میریم کنار این بعد تو قابون باشه. این نوره رو داریم کسی یا میتونیم برش داریم؟ میتونیم برش داریم ولی خب بعد کم نیست میشه برش داریم یا بدیم بره. ببین آرش نمیشه از قاب نره بیرون؟ نه دیگه. امروز برای کیان با هم دیگه داریم میدیم سر جلسه. کیان یار همیشگی منه سر کار، هر جا که بتونه با من دیگه تا سر همین خیابون برو. تا خیابون؟ من دانستم درگیره و خیلی بیشتر عقلم آره داشتم دیوونه جون. Alevin sarsın günümü, gündüzü al geceleri. صبح روز پنجشنبه و جلسه‌ای که با یه صبحونه شروع شد. این کپشن برای دیده بود. یکی بهم پیام داده بود دیشب از افغانستان یه خانوم. میشه شبا بشینیم بازی رو تو یوتیوب شما لایو به ما بگید؟ این افغان های میشه از جمهوری اسلامی بار دیگه تاگه سال رسید تولید نخواهد. من درباره نفی تایید می‌کنم. اینم از صبح جمعه شروع فیلم برداری و هاپویی که خیلی خوش اخلاق نبود. نه ببخشید. هم روی تلویزیون‌های اندرویدی نصب میشه. تازه کلی اپ‌های دیگه هم داره. بعد از تموم شدن کارمونم رفتیم کافه محبوبمون نزدیک اون لوکیشن، کافه کای که قهوه‌مونو بخوریم. کیانو آوردم اینجا ورزش کنه. اولین چیزی که میره سراغش بوکس. اول دستکشای بوکس رو دستش میکنه و میره سراغ بوکس. این از مامانی قشنگه. پایه همیشگی.